سلام بچه ها، دلم برای همتون تنگ شده بود. آقا ما اومدیم اینجا که بهتون بگیم نگران نباشید، ما هیچیم نشده و تو این قطعی نت خیلی ما زج کشیدیم، مخصوصا دست آپارات خیلی جای حالا بعد الان دیگه خدا رو شکر اینترنت ها وصل شده و منم تا مردم ویدیو بذارم و بعد تا 2 ماه قرار نیجه میشه، تا 2 ماه فکر کنم ما یه 15-20 تایی ویدیو بذاریم. کلی بازی مختلف ریختم، اونا فوتبال هم قراره بذاریم و یه بازی جنگی هم پیدا کردم آنلاین تازگی هست، اونم براتون میرم، اون فقط آنلاین میشه دیگه. آقا هیچی، فقط بهتون بگم که سالمیم، به زودی هم قراره یه ویدیو خوبی بذاریم. بازی ترسناکم ریختیم، بازی ترسناکم قرار بذاریم و همین دیگه. مراقب خودتون باشید، ایشالا اینترنت ها قطع نشه. مرگ بر آپارات، همه تو کامنت ها بنویسید مرگ بر آپارات.